درسمون رو ادامه میدیم از صفحه 29 که بحثش هست دستور ساروس برای محاسبه دترمینان ماتریس های 3 در 3. ما دترمینان ماتریس های 3 در 3 رو گفتیم که چطور بر حسب یک سطر یا یک ستون پیدا کنیم و گفتیم که عدد منحصر به فردیه. بر حسب هر سطر و ستونی پیدا کنیم دترمینان عدد واحدی، عدد منحصر به فردیه. دستور ساروس یک دستوریه که دترمینان ماتریس های فقط 3 در 3 رو به راحتی برای ما به دست میده. چطور؟ میگیم ماتریس ABC DEF و JHI رو داریم. یه ماتریس 3 در 3 هست. دترمینانش رو ببینید علامت دترمینان هم گذاشته، میخواد حساب کنه. با استفاده از دستور ساروس چطور حساب میکنیم؟ میگیم دو تا ستون اول و این دو تا ستون اول رو میاریم بلا فاصله بعد ماتریس تکرار میکنیم. دقیقاً بعد ماتریس گذاشتیم سر جاش. خب حالا میگیم دترمینان مساوی میشه با سه تا قطر اصلی داریم. قطر اصلیمون از چپ شروع میشه دیگه، از سمت چپ هست. 3 تا قطر اصلی درایه هاش ضرب در هم میشه. ببینید آی ضرب در هم به اضافه قطر اصلی بعدی BFG به اضافه قطر اصلی دیگه CDH، اینها ضرب در هم، کلن مجموع اینها منهای قطرهای فرعی درایه هاش ضرب در هم میشه. این سه تا قطر فرعی درایه هاش ضرب در هم میشه، جمع میشه. ببینید CEJ این به اضافه AFH به اضافه BDI. پس در واقع حاصل ضرب درایه های، ببینید حاصل ضرب درایه های واقع بر قطر اصلی و دو قطر موازیش، منظور همین قطر اصلی این هست و دو قطر موازی هم اینها رو گفته، منهای مجموع حاصل ضرب درایه های واقع بر قطر فرعی و دو قطر موازی. قطر فرعی داخل ماتریس این هست، دو قطر موازی اون هم این دوتا هستن. این میشه دترمینان آ. به راحتی به دست میاد. گفتم فقط برای ماتریس های 3 در 3 هستش. خب تو کتابتون این مثال رو با استفاده از اون روشی که بر حسب سطر و ستون ها حساب کردیم دترمینان رو، یه بار بر حسب اون حساب کرده، یه بارم با استفاده از دستور ساروس بر حسب سطر سوم دترمینانش رو حساب کرده. خب -1 رو می نویسیم، -1 رو نوشتیم، در -1 به توان سطر ستون اول سطر سوم 3 به علاوه 1 ضرب در دترمینان ماتریسی که از حذف این سطر و ستون به دست اومده 3 و 4 و 2 و 3 مونده، به اضافه حالا -2 می نویسیم ضرب در -1 به توان سطر سوم ستون دوم در دترمینان ماتریسی که از حذف این به دست اومده 2 و 4 و 1 و 3 مونده. اینجا می نویسیم به اضافه عدد بعدی رو سطر سوم 1 هست ضرب در -1 به توان سطر 3 ستون 3 ضرب در ماتریسی که از حذف سطر ستون که این درایه روش هست حاصل شده میشه 2 و 3 و 1 و 2. اینو محاسبه کرده، در آخر سر دترمینان آورده 4. حالا ببینید با استفاده از دستور ساروس اینو میخواد، با استفاده از دستور ساروس اینجا حالا میخواد محاسبه کنه. ببینید چقدر راحت محاسبه میشه. میگیم که با استفاده از ساروس خب این دترمینان ماتریس رو میخوایم حساب کنیم. خود ماتریس رو نوشته، علامت دترمینان انداخته. خب 2 تا سطر اول و 2 تا ستون اول و بلافاصله بعد ماتریس تکرار کرده. خب الان چطور حساب میکنیم؟ گفتیم قطر اصلی درایه هاش ضرب در هم این قطر و این قطر. ببینید این قطر رو ضرب نمی کنیم، قطرهایی رو ضرب میکنیم که 3 تا درایه روش هست. اونی که 2 تا درایه داره اونا رو حساب نمی کنیم. 3 تا سطر داریم که
سه تا قطر داریم که سه تا درایه داره، هم تو اصلی هم تو فرعی، قطر اصلی هم قطر فرعی ها. خب یعنی این قطر ضرب در هم بشه درایه هاش میشه 4 به علاوه 3 در 3 در منفی 1 میشه منفی 9 به اضافه 4 در 1 در ضرب در منفی 2 میشه منفی 8. خب منها وسط منها. حالا قطرهای فرعی ببینید این قطر هست، این قطر هست، اونایی که 3 تا روشون عدد هست، 3 تا درایه دارن و این قطر هستش. ببینید 4 در 2 در منفی 1 میشه منفی 8 به اضافه 2 تا 4 4 2 تا 8 ببخشید یه لحظه، این 4 2 تا منفی 8 این 3 هست، خط کشیده بودم روش 2 نشون داده میشد. خب این عدد 3 هست. 2 3 تا 6 6 منفی ضرب منفی 2 میشه منفی 12 3 در 1 در 1 به اضافه 3. پس این منهای این میشه، باز دترمینان مساوی 4 به دست میاد. ببینید که با استفاده از دستور ساروس چقدر محاسبه دترمینان آسون شد. اینجا میخوام ماتریسی رو که تو ویدیو قبلی تو صفحه 28 هم اومده دترمینانش رو حساب کردیم، منفی 20 آوردیم، با استفاده از دستور ساروس دترمینانش رو حساب کنیم. خب این دو تا ستون اول رو باید بلافاصله بعد ماتریس تکرار کنیم. پس اینا رو اینجا دوباره میارم مینویسم. خب این ماتریس میشه دیگه. 2 تا ستون اول رو آوردم بلافاصله بعد ماتریس تکرار کردم. حالا قطرهای اصلی و قطرهای فرعی رو نشون بدیم. قطرهای اصلیمو قطرهای فرعی هم نشون بدیم. اونایی که 3 تا درایه روشون هستش و این. خب دترمینان آ رو حساب کنیم. دترمینان آ مساوی میشه با قطرهای اصلی اعضاش روی هم جمع بشن. 2 در 0 این 0 میشد به اضافه یه عددش چند بود؟ از اینو پاک کنم 4 هست. منفی 1 در 4 در منفی 3 میشه مثبت 12 به اضافه 12. یکی هم که این ماتریس این قطر این بود. خب به اضافه منفی 2 در 0 داره، اینجا که میشه 0 منهای. حالا قطرهای فرعی رو ضرب کنیم. باز درایه 0 داره میشه 0 به اضافه 2 4 تا 8 8 4 تا 32. اینم که 0 داره به اضافه 0 میشه 12 منهای 32 میشه منفی 20. به راحتی با استفاده از دستور ساروس دترمینان ماتریس 3 در 3 محاسبه شد.